خب سوال بابای حاجی، من یک بنده گناهگارم، خودم را با دستم حرام میکنم و بسیار با خواهر و مادرم بدرفتاری میکنم. عصبم بسیار مانده شده است. ای شما بسیار خواهش دارم به من مصلحت دهید چیکار کنم و در حق بابایم دعا کنید. نو از دنیا گذشتم. اکو یک در قرآن برادران عزیز، انا این قرآن در دست من سوره داریم به نام مؤمنون. اینجا در این دادر ما گفته است که من به دست خودم حرام میکنم و همچنان رفتارهای خیلی زشت به مثال خواهر و نزدیکان دارم. الله در قرآن میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظیم. 5 آیت اول این سوره مؤمنون برادران عزیز، الله مهربان میگه کدام مؤمن ها نجات مییابند؟ یکم، کسی نماز را از روی با خشوع میخواند، با تضرع میخواند، نماز به خاطر خدا میخواند. این نماز میخواند از الله میترسد. یک. دو، والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمن های پیش خداوند نجات مییابند که از هر یک نشست هایی که بیهوده است، بی معنی است، خودشان وقت کنار میگیرند. 3. والذین هم للزکات فاعلون، خدا میگن مؤمن های نجات مییابند که اونها از مالهاشون زکات میدهند. 4. والذین هم لفروجهم حافظون، الله مهربان گفت مؤمن های نجات مییابند که فرج هاشون حفظ میکنند. فرج برای همون آلت های بگیم جنسی که خامرد باشه خود زن، کدامش که اگر خداشون هم مثل که این برادر ما سوال کردن با دستاشون خودشون حرام میکنن، وقتی اگر به همین کار دست نزدی، الله در سوره مؤمنون گفت تو از زمره مؤمن های نجات یافته ای. برای همین خواه خواهر باشد خواه دادر باشد، این کار برادران عزیز شما نکنید. این کار در شریعت حرامه، این کار در شریعت درست نیست. برای همین ولی در جناب ذهبی آورده است در کتاب کبایرش، میگه که شمس الدین ذهبی میگه روز قیامت کسانی که اگر با دستهاشون در دنیا خداشون همیشه حرام کردن، دستهاشون رنگی زنهایی که شکمبهاشون حامله‌دار میشوند و مقصد شکمهاشون کلان میشود، دستهای اینها هم رنگ همون شکمی زنها میشود که مردم در همون میدان محشر میشناسنشون که اینها خواه خواه زنی بود که در دنیا به همین کار مبتلا بود است. یعنی در چشم خلایق الکی الله مهربان شرمندت میکنن. برای این کار زیشته، این کار هیچ وقت نکنی. و اکو معامله نادرسته که داری دادر عزیز، این در دست خودته. البته همیشه حرکت کن، هیچ وقت نباش از زمره برادری که در خانه از تو خفه باشن، ای تو ملال باشن. کاری کن که در خانه دوستت بدارن، احترامت کنن، به قدر برسن. همین برادرای عزیز یا خواهر، همین زبانی حقارت کننده یا آزاردهنده را کی ندارد؟ آیا این کاری مشکله؟ این کار مشکل نیست، ولی رای بهبود خوبش میه که ما با فرزندامون، با خواهرامون، با اولادامون همیشه معامله خوب کنیم. هیچ وقت مقصد سخن قبیح و زشت نگوییم. انشالله این است خواهرها و برادرای عزیز رای حل این مسئله.